سلام بر تمام شنونده ها و بیننده ها. یک عالم درود، یک عالم مهر، یک عالم صفا و صمیمیت تقدیم همه شما. امیدوارم که حالتان خوب باشد. امیدوارم که طول این یک هفته روزهای خوب سپری کرده باشید. فرا جان سلام، خسته نباشید. خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالم که اینجا هستیم در خدمت مردم و خوشحالم که باز هم شما را سالم و زیبا میبینم. یک کمی دیگرگون نموده ظاهریتان. تشکر. فکر کنم هفته گذشته این قسمتی سرتان مو داشت. امروز گفتیم دیگر خیل شود. خب چرا این گونه شده؟ خب من دوست دارم که همیشه هر خیل باشم. همیشه هر خیل. ها گاه ایواز کرده ایستم. گذاشتن همین نمودی موی سر برایتان راحت است یا سخت است یا سنگ؟ من میدونم که مردم قبول نمیکنن همین شکلی آرایش موی سره. برخوردی مردم چگونه بود یا چگونه هست همین حالا؟ من علاقه عادت کردم به این و هرچند که هنوزم هست. این برای من مشق است. این مشق چی؟ این مشق آزادی، مشق آزاد بودن، مشق انتخاب کرده توانستن. مثلا فرض کنیم من یک چیز میخواهم اما برای آنکه مردم این قبول نمیکنن من نباید همون چیز گیرم، صاحب شوم. و من نمیخوام از وابسته اندیشه های مردم چی میگویند باشم. من میخوام همون خیلی زندگی کنم که خودم میخوام و برای آنکه همین جا رسیده بیام من باید برای خودم گاه چیز دازه بلند میکنم، یک کاری میکنم که با هم گویم و من عادت کنم که این نرمه. قصدن این کارو میکنه؟ ها، یه قصدن خوب معقول است. اول اینکه معقول است و گاه تلاش میکنم دازه بردارم. خودتون آماده میکنید برای این کار؟ آماده نمیکنم. این یک مشقی که همیشه هر روز میکنم. یعنی من مشق یعنی آماده کردن، آماده بودن، تیاری دیدن. تیاری دیدن به آزادی. تیاری دیدن نه، در همین حالت زندگی کردن. این حالت به یک حالتی خب نرمالی آورده رساندن. به نظر شما چرا مردم قبول نمیکنن همین طرز آرایش موی سره؟ مردم قبول نمیکند چرا؟ خب مردم چی چیزایی قبول نمیکند؟ مردم همه چیز قبول نمیکند. مردم همیشه درباره همه چی فکر میکند، فکر دارد، گپ میزند. و این که این نموده موی سر قبول نمیکند، این استثنایی است برای آنکه طول هزار ساله ها این چیز نبود در بین مردم ما. این چیز نو آمده ایستاده است و ما البته یک چیزی نو همیشه با آسانی قبول نمی کنیم. یک چیزی نو وارد شدنش به ما خیلی دشوار است. تاجیکا همین گونه ما داشتن در گذشته؟ نه هیچگاه. باباهای ما، نیاگانی ما هیچگاه این گونه ما نداشتن. تاجیکا باباهای ما من فکر میکنم همیشه کال بودن. کال بودن یا اینکه همین یعنی من یک عکسی پریچاسکه نمی کردن. عکسی حافظ شیرازی دیدم. اگر من حق داشته باشم گویم که وارثی حافظ شیرازی هستم، حافظ شیرازی یک عکسش دیدم خیلی موی سری دراز داشت. شما از کجا دید؟ از گوگل. از گوگل. درست است که داشتن موی سری زیاد داشتن و یا اینکه یعنی من در نظر دارم پریچاسکه نمی کردن، آرایش نمیدادن، آرا گول نمیکردن موی، از به یک چیزی آرایشی بدل نمیدادن. موی یک چیزی بود که خودش میسابید و اگر لازم نباشه گرفته میپرداختن. و این که شما میگویید عکسی خوب من بحث کردن این مسئله. خب نه بیاید این مسئله گپ نزنیم. ما صورت حافظ شیرازی ندیدیم، هیچ کس ندیده است و یک رسام عصر 19 شاید رسام عصر 20 کشیده است که تصور کرده است که حافظ شیرازی این خیلی بود. این تصورش
یعنی گفتم میخواید که حق هم نیست دروغ هم نیست، من نمیدونم محصول ذهن همون رسام است. اون رسام آموخته است، این مردم فرهنگشه، زیست و زندگانیشه و همون عصرهای مردمش آموخته است و یک چیز کشیده است. بله. هفته گذشته آخرین صحبتی که داشتیم، آخرین جمله هایی که داشتیم، بعدن مصلحت کردیم که ادامه میدیم همین موضوع. چی بود آخرین چیزی که گفتیم؟ چی بود؟ بیش صحبت کنیم، شروع کنیم صحبتامه. خب هفته گذشته یک سوال داده بودم من به شما. خب همین خیلی گویا یک نظریه هست که در دنیا 3 چیز است: خوشبختی، ثروت و شهرت. و از همین همه تلاش میکنن که همین 3 چیز داشته باشن و اکثری وقت نمیشه هر سه‌ش صاحب شده. مثلا یکی از اینها صاحب شدن ممکن. شما یکی از بین همینها کدومش انتخاب میکنید؟ خوشبختی، ثروت بود، شهرت. خوشبختی. چرا؟ شاید خوشبختی من در ثروت باشد. مثلا میتونم هر دوش انتخاب کنم یا نه؟ نه، ما و جالبی بازی ما این است که ما باید چی انتخاب کنیم. خب خوشبختی، برای اینکه حالی من مهمتر از همه چیز. مثلا اگر من ثروتمند باشم و حالم خوب نباشد، اون ثروتی من دیگه من خوشبخت نمیکنه. شما میشناسید آدمایی که ثروت زیاد دارن اما حالشان خوب نیست؟ بله. زیاد؟ بله زیاد نه، اما میشناسم نفرایی رو میشناسم که خیلی ثروتمند اما حالشان خوب نیست، ناراحتن از داشتن ثروت زیاد، ناراحتن. حتی خودشان میگن که باهر من اینقدر پول دارم اما نمیدونم کجا صرف کنم. من آرزو میکنم که یک روز کم پول شوم، کم بغل شوم و لذت برم از زندگی هام. یک رفیقم گفت که من میخوام از بانک قرضدار باشم. من گفتم چرا؟ اصلا همین جمله برای من یک عجیب بود. گفت من میخوام از بانک قرضدار باشم. گفتم چرا؟ گفت که هر باری که روزی پرداخت قرض میشد به بانک، وقتی قرض پرداخت میکنم لذتش میخوام حس کنم. یعنی یا مثلا شهرت، یک نفرم خیلی شهرتمند است میگه که ای کاش من شهرت نداشتم، ای کاش من یک بجای روم که مرا نشناسند تا من راحت تر گشت گذارم در کوچه هاش. یعنی حالی خوب داشتن خیلی مهم، حتی در مکتب. خب اگر بهای 5 گیریم و حالم خوب نباشد، بهای 5 برای ما به درد نمیخورد و فایده آور نیست. چیزی گفتم میخواستید که من بریدم؟ من میخواستم سوال کنم. خب فکر میکنید خوشبخت بودن یا خوشبختی این یک چیز دستنارس است؟ دستنارس وابسته به آن که خوشبختی مردم در چی میبینند. یک جمله خاطرم آمد، یک بزرگوار میگوید که خوشبختی مثل شپرک است. از دنبالش اینقدر میدوی داشته نمیتونی، اما زمانی که کنار یک جای میشینی، راحت آرام میشینی، خودش میبود و با کتفی تو میشینه. نه دشوار نیست. فکر میکنم که دشوار نیست اگر که انسان خودش خواهد. خوشبختی یعنی چی؟ خوشبخت بودن یعنی چی؟ خوشبخت بودن آدم خوشبخت میشه وقتی که لحظه هاش، روزش، عمرش طوری میگذرد که خودش میخواهد و راحت میکنه. نه خودش میخواهدم یک کمی اینقدر برایم خوشایند نیست. نه برای شما خوبه است. مثلا خوبه. نه آخه ببینید، مثلا برای یک نفری که فرض کردیم 3 ساله هست، 4 سال، نمیگم کودک، برای یک نفری که فرض کردیم 35 ساله هست، خوشبختی در یک روز خوردنی مثلا 7 ارسیکاله. و ما میگوید که من زمانی خوشبخت میشم که در یک روز مثلا 7 تا ارسیکاله نوشم. من زیاد میخوام گفتن که همین خوشبختی نی.
تا جایی که میتونم میگم برادر این خوشبختی نه. زمانی که تو 7 به قول معروف 7 بکلاشکا ارسکاله میخوری این خوشبختی نه. و اگر من میگم که خوشبختی این است که انسان هر چی که خواهد کند، نه راضی نمیشم. فرض کردیم فرزندی شما گفت من 7 بکلاشکا ارسکاله نوشم من خوشبخت میشم. خب فکر میکنید اگر هر روز 7 بکلاشکگی ارسکاله خریدید و خوشبخت میشه؟ نه. برای چی؟ از نگاهی من خوشبخت نمیشه. نه از نگاهی خودش. از نگاه خودش من نمیدونم خوشبخت میشه یا نه. اگر گوید که اگر من ارسکاله خورم یا نوشم خوشبخت میشم، شاید از نگاه خودش خوشبختی باشد، اما از نظری منی پدر من میگم نه این خوشبختی نه. خب شاید نه اجازه، خوشبختیه که آخرش بدبختی است، این خوشبختی نه. خوشبختیه که آخرش بدبختی است، این الکی خوشبختی نیست به نظر من. خب به نظر شما خب شما یعنی روی این تئوری که گفتید شما میخواهید فرزندتان همیشه خوشبخت باشد که شما میخواهید؟ من میخوام راهنمایی کنم برای فرزندهام و خوشبختی شما وظیفتون از راهنمایی بله و خوشبختی نشان دهم که یعنی چی. مثلا میخوام بگم که نوشیدن ارسکاله نمیتوند خوشبختی باشد. خوشبختی یک چیزی بزرگتر از این باید باشه. یعنی چی چی بزرگتر از ارسکاله؟ مثلا دانستنی ضرری نوشیدنی از حد زیاد ارسکاله من میگم خوشبختی. زمانی که تو میدانی که این ارسکاله آخرش اگر از معیار زیاد نوشی ضرر میکند، این خوشبختی. خوشبختی یعنی آگاه بودن. خوشبختی یعنی آگاه بودن. شما آگاه بعد چی؟ شما خوشبختی این آگاه من راضی نیستم قطعی شما. خوشبختی من همین خیل، خوشبختی شما دیگر خیل. و بحثی مهم انا همینجا اکنون خیرت نزدیک شده. برای شما همین گونه داشتن خوشبختی، همین گونه موی سر داشتن برای شما خوشبختی. برای من نه. خب و حق دارم آخه. پس برای چی کوده که تام حق ندارد که 7 بکلاشکا ارسکاله برای اون که خوشبختی نمیشناسه؟ برای چی شما از کجا میدونید که کی حق شما من درست شما مثال اگر این خیلی یعنی این چیزایی هست که جوابش نیست آشنا. هست جوابش نه هست آخه. در دنیا قانون هست، در دنیا ارزش های انسانی هست. یعنی چی؟ کدام ارزش انسانی؟ مثلا حفظ سلامتی. خب انسان باید سلامتی خودش حفظ کند. خب انسان باید داند که چیزی که انسان باید داند که چی می نوشد. خب انسان باید داند که چیزی که می نوشد ضرر میکند یا نه. زمانی که من چیزی که می نوشم میدانم که ضرر میکند یا نه، من خوشبختم. من خوشبختی در آگاه بودن، در دانستن میبینم. خوشبختی این دانستن نه آشنا. خوشبختی این احساس است، این حالت است که ما همون حالت احساس میکنیم. ما یک حالت به این حالت این دانستن نجوره و ما اگر حتی تمام دنیای دانیم ما میتونیم خوشبخت نباشیم، اما یه نفر میتونه هیچی نداند اما از نوشیدن یک چایی که بود لذت برد، احساس خوشبختی کند. این از خوشبختی حالت یعنی احساس حالت. این حالت است، این احساس است، این یک چیزی هست که یک لحظه است. این نمیتواند همیشه طول کشد. آدم نمیتونه یک عمر خوشبخت باشد. و بدبختی ما و شما و همه زیادی از آدمای هم همین است که ما خوشبختی یک چیز دیگر فکر میکنیم و از دنبال خوشبختی تمام عمر میدویم. همین فکر کنید ما تمام انسان‌های روی زمین همه ما شب و روز تلاش میکنیم، همه تلاش ما به خاطر خوشبخت بودن. ما کار میکنیم، میخوایم ماشین گیریم، خانه گیریم، این کنیم، وای کنیم، تمام شب و روز تلاش میکنیم که احساس خوشبختی کنیم. ما میخوایم بای باشیم به خاطر آنکه فکر میکنیم که اگر ما پول زیاد داشته باشیم حال ما خوب میشه. مثلا شما گفتید که هست آدمایی که پول زیاد داره اما حالش خوب نیست. یعنی از این نقطه نظر من میگم که خوشبختی این یک حال است و این نمیتواند
در یک چیز همیشه باشد. مثلا شما میخواهید یک نفر اگر ماشین گیرد خوشبخت میشه و این ماشین میگیرد بعد از 3 روز دیگر همون احساس خوشبختی نمیکند و یک چیز دیگر میخواهد. خب حالا سوال، خب فرض کردیم فرزند من میگه که من میخوام 7 به قولی معروف بکلاشکه میخوام، نمیخوام تاجیکی صحبت کنم. میگه که من اگر ببینید ارسکالانه مثلا میگه که من اگر در یک روز 7 بسته سیگار کشم خوشبختم. شما گفتم میخواید که من اجازتی هم گویم که خوشبخت شم، یعنی خوشبختی این من 7 بسته سیگار کشیدن این خوشبختی من این به راضی شم؟ شما خواهید راضی میشید، نخواهید راضی نمیشید، اما شما وظیفه شما این است که درست است که میگویید که بچم این گنده این نقص، اما وای انتخاب میکند و وای خواهد میکشد سیگار، نخواهد نمیکشد. یعنی من خلل نرسونم در انتخابش. منظور شما این؟ ها انتخاب غلط کرد چی کار کنم؟ غلط کند، میلیون بار غلط کند. آخر غلط هایی هستن که جبران کرده نمیشه. ای آشنا و ببینید ما هم برای چی شما فکر میکنید که شما از کودکتان بهتر مید؟ وای زندگی وای است، وای زندگیش میخواد همیشه زندگی کند، وای میخواد سیگار کشد، وای میخواد پیسته خورد، وای میخواد 7 بکلاشکه ارسیکال خورد و با همین میخواد زندگیش گذراند. خب این زندگی مسئولیت پدر یعنی چی؟ مسئولیت پدر راهنمایی کردن. خب چیزی که شما میگویید مثلا وای زستاوید کردن که این گنده اینو نمیکنی باید زستاوید نه. ها چی مثلا شما راهنمایی کردن، خوبی هاش، عاقبت انتخابش نشان دادن. مثلا اگر من گفتم که شما همین کارو میکنید، وظیفه شما همین است. گویید که این راه اینجا میبرد، این راه اینجا میبرد، این گنده این نقص. فقط همین قدر تریتوری شما راهنمایی میکنید. اگر میخواهید که وای سیگار نکشد وای موتیوات میتید که وای سیگار نکشد، اما از آن که میگویید که نکش یا اینکه میگویید که زپرت میمانید، بله بله، این اول اینکه به درد نمیخوره، کار نمیدهد. دوم اینکه آزادی وای کودک میگیرد، وای احساس آزادی نمیکند. بله در اینجا موافقم. من موافقم که اسلوب راهنمایی باید اینگونه باشد. من موافقم که اسلوب راهنمایی اجباری یا مجبوری نباشد. من موافقم با این. اما برگردیم به خوشبختی. گفتید که خوشبختی این حالی خوب داشتن، این حالی خوب داشتن. مثلا یه نفر اگر گوید که من در کشتن مردم راحت میکنم و اگر گوید که من زمانی که انسان میکشم حالی من خوب میشه و من خوشبختی در کشتن مردم میبینم، من اگر رفیقش باشم چیکار کنم؟ نگویم که خب خوشبختی انتخاب تو، حق تو، نگویم که همین خوشبختی نه. انا قریب نازک شدیم. خب گوید حتما گوید خیلی که به کودکتون گفتید به هر کسی دیگر هم گوید شما وای مجبور نکنید که خیلی که شما میخواهید زندگی کند، خیلی که به فکر شما خوشبختی است همیشه زندگی کند. شما وای با میگم شما وای موتیوات سکتی از راه برگردانید. مثلا ببینید من از تلاش میکنم مثال بیارم. خوشبختی این خیلی که گفتم این یک حسی که انسان میکند و اهم جالبش این که همین قهوه، یک از با خوردن قهوه خوشبخت است، یک از با نخوردن قهوه خوشبخت است. و از این که من فکر میکنم که قهوه خوردن خوب است و خوشبخت خودم احساس میکنم و شما میگید که نه تو نباید قهوه خوری، این یگانش تغییر نمیتید. و این که من قهوه خورده خوشبخت میشم و شما قهوه نخورده خوشبخت میشید، از این چیز قهوه یگان چیز نیست، این انتخاب ما است. ما قرار میکنیم که من با همین کار خوشبخت میشم. یعنی مادامی که اگر من با خوردن قهوه میتونم خوشبخت باشم، پس این علاج دارد که شما هم با خوردن قهوه خوشبخت شوید. درست؟ بله.
یا اینکه برعکس اگر شما میخواهید که من قهوه نخورم و فکر میکنید که این به من ضرر دارد و شما به من اثبات میکنید و در ذهن من همیشه نسترویت میکنید که من قرار میکنم که من هرگاهی که قهوه نمی نوشم احساس خوشبختی میکنم. این پروست نسترویک است. آشنا باور کنید این دیگه یگان چیز نیست، خوشبختی است. یک آدم همین نمیخورد خوشبخت میشه، یک کس نمیخورد خوشبخت میشه. خوشبختی این یک احساس است، این یک حالت است و من فکر میکنم که برای خوشبخت بودن حتما میلیون دلار داشتن، یعنی که حتما ماشین داشتن یا حتما خانه یا یگان چیزی دیگر به رسیدن شرط نیست. مثلا بعضی میگن که من اگر ماشین گیرم به خوشبخت میشم، یعنی اگر تو ماشین نگیری به خوشبخت نمیشی، تو خوشبخت نیستی. مثلا یا اینکه مثلا یک کس میگه که من 100,000 دلار داشته باشم بعد من خوشبخت میشم. حاضر چی؟ یعنی اگر تو اونجا و نرسی هیچگاه، یعنی این زندگی همش بدبختانه میگذرد. یعنی من طرفدار آن که بعضی ها همین خوشبختی ایدئالیزیت میکنن. خوشبختی یه چیزی که نمیدونم در کیم کجای هست و ما باید بس وای رسیم. من فکر میکنم که خوشبختی این خیلی نیست. خوشبختی یه چیز ساده است و بسیار دسترس است. خوشبختی همین جاست، در همین اطراف ما، در همین هر کجای ماست. فقط مشکل در ذهن ماست، در نسترویکای ماست که ما چخیل نگاه میکنیم به این چیز. نه شما گفتید که خوشبختی دور نیست. دور نیست، همین جاست. مثلا بعد مثال هم آوردید، گفتید که اگر یک کس گوید که من اگر ماشین خرم خوشبخت میشم، میتواند خوشبختی مقصد داشتن باشد. مثلا یک انسان مقصد دارد که فرض کنیم 100 میلیون دلار کار کنه. این خوشبختی نیست، این مقصد، این هدفی هست که ما همیشه باید داشته باشیم. این محرک ما میخوایم 100 میلیون دلار کار کنیم و برای 100 میلیون دلار کار کردن ما شب و روز تلاش میکنیم، میخونیم، میآموزیم، کار ما نغز به انجام میرسونیم، فعالیت ما پیش میبریم. این مقصد است، این هدف است. اما خوشبختی این احساس هست که من همین لحظه، هر لحظه در زندگیم احساس میکنم. مثلا اگر من همین برای 100 میلیون دلار کار کرده ایستادم، مثلا من حاضر کلان کرده ایستادم به خاطر 100 میلیون دلار و همین احساسی که من دارم این است خوشبختی. اگر من گویم که هر کسی که هدف ندارد بدبخت است، راضی میشید؟ نه. اگر هر کسی که هدف ندارد بدبخت نیست. هر کسی که هدف ندارد فقط یک آدم بی هدف است. شما خوشبختی در یک گذراندن لحظه میبینید. خوشبختی این احساس است، این حالتی هست که ما همون در کدام یک لحظه احساس میکنیم. آخه این حالت ها میتونن منفی باشن. برای چی؟ مثلا چی خیل؟ گفتم انسان کشی، آدم کشی، سیگار کشی، نمیدونم تجاوز. راحت میکند، لذت میبرد، همون لحظه به نظرش ما خوشبخت است. من تلاش میکنم فهمونم یا برای دیگر. خوشبختی این در اساس باور ساخته میشه. من به یک چیز باور میکنم و همین چیز من حالتی من تغییر میدهد. مثلا فرض کنیم یک نفری هست مثلا عبدالله. عبدالله آدمی خوب هم نیست، بد هم نیست. من باور دارم که عبدالله آدمی خوب است و هرگاهی که من عبدالله میبینم خرسند میشم، احساس خرسندی و احساس خوشبختی میکنم. و یک نفر دیگر عبدالله میبیند زیق میشد، میگه این بسیار آدمی بد است و وای احساسی بدبختی میکنه وقتی که روبرو میشد با عبدالله. یا یگان کار، مثلا کلاند کردن، مثلا کلاند کردن که فرض کنیم زمین شودگار کردن در کار. یه نفر میگه همین کارا خودش باور میکند که همین کلاند کردن
از آن که وی کلان میکند و احساس خوشبختی میکند و همون لحظه ها خودش خوشبخت احساس میکند. و یک نفر دیگر هست که همین کار بد میبیند، نمیخواد کلان کند و میگوید که کلان کنی بد. اما کلان کردن بدم نیست، خوبم نیست. این باوری ما است نسبت یک چیز، نسبت یک عمل، نسبت یک انسان، نسبت یک هر چیزی که هست. ما اگر باور کنیم که همین خوب است، ما خرسان میشیم. چه ربط دارد به کشتن و تجاوز کردن، کلند کردن؟ یعنی همون است، یه نفر باور دارد که کشتن این خوب است. اگر من گویم که باورش غلط است، راضی نمیشید شما؟ میگوید که خوشبخت است. نه، من راضی نمیشم. نه، این که من راضی میشم نمیشم این یگانه چیز تغییر نمیده. من طرفدار آن هستم که اگر شما یک چیز که راضی نیستید، شما نباید وای یعنی شما باید تلاش نکنید که دیگران هم مثل شما فکر کنن، مثل شما از نقطه نظر شما زندگی کنن. اگر شما گویید که فلان کار بد است، این معنیش این نیست که تمام آدمای سیاره باید همین خیل زندگی کنن. خوب و بد هست در دنیا؟ نه، خوب و بد نیست. این خوب و بد ما باورهای ما میگه که این خوب است، این بد است. بعضی ها خیلی که شما گفتید میگن که کشتن خوب است و تا حاضر در عصر 21 دیر از همین مثال زده بودیم، تا حاضر آدمو کشته ایستادن و از این لذت میبرن. باور میکنید؟ آدمو در عصر 21 جنگ رفته ایستاده است و این جنگ برای بسیاری ها معقول. خب ما چیکار کنیم وای؟ گوییم که وای آدمی گندن؟ بله. نه، وای باورشان دیگر خیلی است. من میگم آدم، مثلا اگر یه نفر گوید که کشتار، قتل، تجاوز خوب است، من راحت میکنم، من خوشبختم، من هیچ وقت قبول نمیکنم. من میگم خب کاری بد میکنی. درست است که کاری بد میکند، اما وای مشکل این است که وای باورش همین است. واسه گپ سری این یعنی باورش غلط است. تو خیر از نگاه شما غلط است، از نگاه من نه، از نگاه یک قاعده کلی هست در دنیا باید باشه. تو خیر درست است. یک قاعده کلی هست که مثلا ارزش‌های انسانی. خب ببینید، اگر مثلا فخر شد، پس برای چی هنوزم جنگ است؟ برای چی هنوزم کشتار است؟ برای چی غارت هست؟ اگر از روی گفته شما گوییم که این نقص، این گنده، برای چی تمام انسان‌های روی دنیا نقص زندگی نمی‌کنند؟ فکر می‌کنید یعنی اکثریت آنها آدمای بدن؟ من فکر می‌کنم من سوا پاره گرفتن خوب است؟ نه، نقص است. نه، بد است، خوب نیست. ها، پاره گرفتن خوب نیست، اما زیاد آدم‌ها پاره میگیرن. یعنی چی؟ بد است. بله. برای چی وای آدم‌ها زندگیشون درست میکنن با این واسطه؟ یعنی این باوری وای آدم است که میگه این نرمال نه، یا آدم دیگر میگه که نه این نه نرمال نه. پاره گرفتن بد است از نقطه نظری قاعده های زیستن، ارزش های انسانی. من نمیدونم، من فکر میکنم یک قاعده کلی هست در دنیا که همه باید پابند باشن، همه باید پابند این قاعده باید باشن. حتما هست، کنستیتوسیون. بله، مثلا من اگر گویم که این کار بد است، به معنی این نیست که من فکر میکنم بد است. خب ما برگشتیم، هرچند ساعت 8:05 میخوام کمتر اضافه کنیم به زمانی یا وقتی برنامه‌ای که امروز تهیه شد، برای اینکه مردم پیام روان کردن، باید خوانیم به احترامشان. حدودی 1 2 3 4 پیام هست. اینا میخوام تا جایی که میتونم عیناً خوانم، تا جایی که نمیتونم معذرت خواهی میکنم. عیناً اگر نخوندم امیدوارم که ناراحت نشوند. صدای موسیقی کمتر پستر کنم. خب، یک نفری که 4 رقم آخری سیم کارتشون 5330 هست نوشتن: السلام علیکم باهر جان، من بکپی آن کس راضی نیستم. آره کلاس. من مثلا مادر هستم،
برای فرزند خودم دلم میسوزد. میگم که پسرم در سرمای زمستان مثلا پای افزاری گرم پوش، وگرنه کسل میشه، بیمار میشه، مریض میشه. تو خورد، تو کودک، خب بعدا اگر بیمار شوی بعد میفهمی. لیکن گوش نمیکند، با گفتی خودش کار میکند، عمل میکند. میگوید که خیلی بسیار گپ نزنی. خب اگر گپ نزنم پسند نمیکند. من خوشبختی و سلامتیش میخوام کو یا من کاری خطا میکنم؟ این پیام یک مادر است فکر میکنم. پیام دیگه بخونم. ولی السلام علیکم باهر جان. خوشبختی انسان در هر حالت، در هر پستی و بلندی خود را خوشبخت می‌یابد. این علامت سوال است بعد از این جمله. انسان هایی هستند که در پول و مال، در عیش و عشرت خوشبخت هستند. خوشبختی را در زن و فرزند می‌بینند. مردمی که خوشبختی را در تندرستی می‌بیند به فکر من مردمی که خوشبختی را در تندرستی می‌بیند به فکر من. یک تا سرود مانید اگر ممکن باشد از اولو خوبک رحمت الله. با گوش کردن این سرودشان شاید خوشبخت میشن. به هر حال امیدوارم که فراموش نکنم این سروده گذارم برای اینکه وقتمون هم کمتر است. پیام دیگر 4407 4 رقم آخر سیم کارتشان. خوشبخت همان وقت که تنتان صحت، از نزد داروخانه گذشته روید ندرایید، اهل عائلتان تنج باشد، خاطر جمع باشد. پیام دیگر. یه نفر دیگه نوشتن که خوردن که خوشبخت میشود اسمی یاد دید. خب همین. اوکی. خب کدومش به جواب تیم؟ شما یگانش به جواب دارید؟ همین آخرش خوردن که میخوام از آخرش شروع کنیم. خوردن که خوشبخت میشود اسمی از نقطه نظری فرهاد غفارپور یعنی ها، یعنی فرقایت که من با خوردن خوشبخت میشم، شما راضی میشید، من نه. من راضی نمیشم برای که خوردن خوشبختی نیست. پاسخ شما. پس برای چی اینقدر آدما تلاش میکنن که زیاد خورن؟ اینجا یک مفهوم دیگر هست. مثلا آیا خوردن برای زندگی کردن هست یا زندگی کردن برای خوردن هست؟ فرق فکرهای ما فرقیتش هم همین است که ما بچه ها باور داریم. مثلا از نگاه وی من نظریه من نظریه من نه، یعنی همون چیزی دیدگاه شما از نگاه دیدگاهی من از دید من این که یک نفر خوشبختیش در خوردن میبیند. این من فکر میکنم نرمال نه. برای چی نرمال نه؟ مثلا من نمیخواستم این زندگی کنم. من نمیخواهم که خوردن برای من خوشبختی باشه، منبع خوشبختی من از خوردن باشه. اما یک نفر دیگر باور دارد که همین خوردن معنی زندگی وی و از این که وی میخورد خوشبخت میشه، خوشبختی وی در خوردن. و من فکر میکنم که وی برای این حق دارد. وی زندگی وی آدم است و وی آدم چه خیلی که کار خواهد زندگیش میگذراند و من حق ندارم بگم که تو نادرست میکنی، تو بد هستید، این کارت نادرست، نباید این کار کنی. نه، وی همین خیلی زندگی میکنند. من مثلا من میخواستم که زندگی من معنی زیادتر از خوردن داشته باشد، یک کارهای دیگر داشته باشد و اینه من فقط برای خودم میخوام و برای یگان کسی دیگر هم نمیخوام. من نمیخوام که دیگرها چه خیلی که من خوشبختی میبینم همین خیلی زندگی کنن، چه خیلی که من میخوام این خیلی زندگی کنن. نه، هر کس صاحب زندگی خودش است و اونها چه خیلی زندگیشون به سر میبرن این انتخاب آنها است. اگر فرزند شما باشد چی؟ اگر حتی فرزندی من باشم و ما اصلا همین من ما بحثی ما همش سری این است که ما فرزند ما چه خیلی به وای رسانیم که وای خوشبخت شد. مثلا یک گفتیم که ما میخوایم بچه‌مون خوشبخت باشه. بله. اما
ما برای چی یعنی حوزه همه بحث‌های ما هم همین است که ما می‌خوایم بچه‌مون خوشبخت باشد اما نمی‌خوایم همون خیلی خوشبخت باشد که خودش می‌خواد. ما می‌خوایم همون خیلی خوشبخت باشد که ما می‌خوایم. و بحث‌های کهنه و برمیگردیم. مثلا یه دختر میگه که من می‌خوام رقاصه شوم و دختر می‌خواد با در رقص خودش احساس خوشبختی کند اما پدرش میگه نه رقاصه نمیشی. یعنی پدر میخواهد دخترش همون گونه خوشبخت باشد که پدر میخواهد و از این نقطه نظر من طرفدار اونا که هر کس منبع خوشبختی خودش انتخاب کند. هر کس برای خوشبخت بودن حق دارد و این حقش استفاده کند. ما به دیگران خواهش های خودمان نگذرانیم. با همه به نزدیکامو اجازه دیم که همون گونه‌ای که وای ها میخوان زندگی کنن. برمیگردیم به اون که فرزند خودم. خب ما در برنامه‌های گذشته هم گفته بودیم که ما همیشه با فرزندمون صحبت میکنیم. ما همیشه همه چیز صحبت میکنیم. همیشه همه مسئله هایی که میشود بررسی میکنیم و طول 16 سالی که ما فرزند کلام میکنیم ما تلاش میکنیم که با وای فهمونیم که مثلا این کار عاقبتش چی و این کار عاقبتش چی. اگر ما میخواهیم فرزند ما یک فرض کنیم مثال اگر ما میخواهیم فرزند ما دختر باشد اما فرزند ما میخواهد رقاصه باشد ما نمیخواهیم رقاصه باشد ما میخواهیم دختر باشد اما فرزند ما باور دارد که چیز است در رقص خودش خوشبخت احساس میکند. یگانه کاری که ما باید کنیم و من در مثال خودم میگم من تلاش میکنم و فرزندم موتیویت کنم موتیواتیم که به اندیشه های من راضی شود. من وی مجبور نکنم. من وی نگم نه تو خواهیم نخواهیم دختر میشه. نه اگر من توانم که وی از فکرش عوض کرده توانم اوکی. اگر نتوانم من باید راضی شوم با آن که وی انتخاب میکند برای آنکه این زندگی وی است و من حتی اگر پدرش باشم وی مال من نیست. من پدری وی اما وی انتخاب میکند که زندگی وی چی میشه. خب حالا من پاسخ میدم به این موضوعی که شما گفتید. خب من فکر میکنم که خوشبختی که من میخواهم و میخواهم فرزندهام همون چیزی که من میخواهم و هم خواهند من میتونم تاثیر کنم. مثلا من محیط میسازم که به گونه‌ای که من میخواهم زندگی میکنن. محیط میسازم که به چیزی که من میخواهم شوق پیدا میکنم. مثلا اگر به کودک فرض کردیم اسباب بازی، اگر اسباب های بازیش آلات های موسیقی باشند و ذوق پیدا میکنند به موسیقی. اگر یک پدر نمیخواهد که فرزندهاش فرض کنیم صنعتکار شود آلات موسیقی نباید خرد به فرزندش. اگر نخواهد که صنعتکار شود برای آنکه فرزند چی میشود وابسته به محیط خانوادهش و محیطی که در کودکی احاطه شده است. یکم. دویم چیزی که میخوام گفتن و راضی نمیشم و یکی از اختلاف من شما هم این است. شما در آخر گفتید که اگر من نتونم موتیویت کنم من راضی میشم. گفتید من راضی نمیشم. مثلا اگر کودکی من گوید که من در باز همان مثال برای چی که کره میگویید که خرش گویید خب گویید خب من چی گویم دیگر دزدی گویید چی مثال خب دوزه نمیگم. اگر گوید که من خوشبختی رو در سیگار کشید، اگر من 10 بسته یا مثلا 25 دانه اگر من در سیگار کشم من خوشبخت میشم و من میگم نه من کار میکنم که سیگار نکشد. من کار میکنم که
دزدی نکند. من کار میکنم که تجاوز نکند. شما میخواهید که وای خوشبخت نباشد. اگر خوشبختی شما میخواهید که وای همون خیلی خوشبخت باشد که شما فکر میکنید. وای سیگار نکشد برای آنکه شما دلتان تنج باشد، اما این که وای سیگار نمیکشد بدبخت میشد. اما وقتی سیگار میکشد اگر خوشبختی بدبختی این باشد، بله من راضیم که بدبخت شد، نه که سیگار نکشد. من راضیم که قاتل نباشد. اگر قاتل نبودن برای بدبختی باشد، بگذار بدبخت باشد. اصلا این بدبختی نیست. قاتل نبودن بدبختی نیست. سیگار نکشیدن بدبختی نیست. آخه خودتان گفتید زمانی که قهوه نمیخورید بدبختی نیست. درست است. این باور یک نفر است که همین خیلی است. این باور یک نفر نیست فرهاد جان. باور یک کودکتان هست. در دنیا قاعده زیستن هست. در دنیا قاعده هست. ارزش‌های انسانی هست. برای چی نباشد؟ خوب اوکی، برای چی ما همون یک زندگی نمی‌کنیم؟ ببینید ما اگر برای چی هنوزم بدی وجود داره؟ برای اینکه ما از ارزش‌های انسانی دور شدیم. نجوره. برای اینکه ما قاعده اساسی ویران می‌کنیم. برای اینکه ما یگان قاعده ویران نمی‌کنیم. برای اینکه آدمایی که یک کار میکنن باور دارن که همون کارشون درست است و همون کارو میکنن. آخر این باورهاشون غلط است. این شما میگوید غلط است. من نمیگم، قاعده کل میگه. کنستیتوسی زندگی میگه که غلط است. دزدی بد است. کی میگه که خوب است؟ ببینید آدمی که میخواید اینو وای کنیم، دزدی بد است. این همه ما میدونیم. از آن که یه نفر دزدی میکند یه نفر دیگه ضرر میبیند، این بد است و این ما همه میدونیم. هیچ کس نمیخواهد که یگان کس وی غارت کند، دزدی کند. اما نفری که دزدی میکند به خاطر چی دزدی میکند؟ به فکرتان به خاطر آنکه یک کاری بد به انجام رساند؟ من سوال، یه نفر برای چی دزدی میکند؟ به خاطر آنکه یک چیز مفت به دست بیارد، بی زحمت بی عذاب. برای چی این خیل میکند؟ برای چی این خیل میکند؟ برای آنکه باید خورد. خب برای خوردن یک گله واسطه است. برای چی؟ وای واسطه از همه آسان انتخاب کردم. مثلا برای خوردن یکی از واسطه های خوردن کار کردن، کار جسمانی کردن فرض کنیم. و این مرد که دزدی میکند نمیخواد عذاب کشد، نمیخواد کار جسمانی کنه، به خاطر این میراد دزدی میکند برای اینکه یک چیز مفت به آسانی به راحتی به دست بیاره. خب یعنی وای آدم باور دارد که کاری بد کرده شده است. بله. انیق؟ بله. هر دزد میدوند که دزدی کاری خوب نیست، اما میکند برای آنکه نمیخواد زحمت کشد، نمیخواد عذاب کشد. راحت بودن برای همه خوشایند که آخر. برای چی همین کارو میکند؟ خب برای چی نباشد همه آدما دزدی نمیکنن اگر این وای باشد؟ برای آنکه همه آدما نمیخواند که به آسانی به دست بیارند، برای آنکه همه آدم‌ها ارزش‌های انسانی میدانند. اکثریت، همه نیم اکثریت. من برای آن دزدی نمیکنم که قاعده زندگی ویران میکنم، قاعده انسان بودن ویران میکنم زمانی که دزدی میکنم. برای آنکه من باور دارم که دزدی کردن کاری خوب نیست. من باور دارم که زمانی که دزدی میکنم من ناراحت میشم. گپ سری همون باور آمد آخر. شما باور دارید که دزدی کردن برای شما خوب نیست. شما وقتی دزدی میکنید شما احساس خوشبختی نمیکنید. بله. و شما هیچگاه این کار نمیکنید برای آنکه باور دارید که وقتی دزدی میکنید خوشبخت نمیشید. نفری که دزدی میکند احساس بدبختی نمیکند، ناراحت نمیشود. وقتی دزدی میکند راحت است وای، یعنی خوشبخت است. وای احساس خوشبختی میکند و بازم میخواد همین کار تکرار کنه. خب حالا سوال، باورش این است. فهمیدم. اکنون سوال، زمانی که فرزندی من گوید که من خوشبختی را در دزدی میبینم، بعد شما میگوید که اجازته که خوشبخت شود، راضی شود که خوشبخت شود. نه من اینو نمیگم. ما اینو هر روز با تکرار میکنم، با حاضر میگم. ما همیشه صحبت میکنیم قطعی فرزند ما، درست؟ ما طولی من صحبت کردم، خواهش میکنم. من صحبت کردم، راهاش فهماندم. شما راهاش نفهمونید داشتون. شما در وای پرابلم ما میفهمونیم، نفهمونید شما این گنده این نقص. شما در وای گوش کنید ببین خیلی دزدی چی بودنش تعریف میکنم، دزدی نکردن چی بودنش تعریف میکنم.
حالا انتخاب میکند دزدی کردن یا نکردن، خودش انتخاب میکند. اگر در همین صورت هم حتی اگر انتخاب کند که دزدی، گفتم میخواید که من راضی شوم. شما خواهید نخواهید راضی میشید برای آنکه شما نادرست تربیت کردید. شما نتوانستید فرزندتان از راهی که فکر میکنید نادرست است برگردانید. شما مهمترین کار در همین وای در چیزی تربیت، مهمترین کار کردن نتوانستید. شما در فرزندتان وجدان بیدار کردن نتوانستید. یک وای هست که دچکی که این کاری نه، این کاری بد. شما این کار کردن نتوانستید جوره و این پرابلم شما است. اکنون وای بچه دزدی میکند و میگه که این نرمال نه. اینه که من الان دیر کردم، فرصت نیست دیگه برای اصلاح. گفتم میخواید که عیب خودم شد، من باید راضی شوم. نه شما دیگه هیچ کار نمیتونید. چرا؟ ساخته شده الان. ساخته شد یعنی کی ساخته شد؟ در 20 سالگی فرض کنیم دزدی کرد، ساخته شد. در 21 سالگی من نباید دیگه کاردار شوم. کاردار شوید، حتما کاردار شوید، اما گپ سری واسطه‌ای. ما درباره چخیل گپ زدی شدیم و تمام بحث‌های ما هم درباره چخیل است. ما همه میدونیم که این چیز خوب است، این چیز بد است. اگر این کار کنیم به اینجا میرسیم، اینش کنیم به اینجا میرسیم. اما ما واسطه‌ای که ما استفاده میکنیم که ما میخواهیم که همین کلاش بار کنیم و میخواهیم و در همون وی خودمون نگاه داریم، زیری لجامش در دست داشته باشیم و لجامش در دست داشته باشیم و هر گاهی که ما در کار ما وی اپراولیت کنیم. مثلا من طرفداری نیستم، من میخوام که ما همین دیگر خلق کنیم. و این همه بحث‌های ما به خاطر آن نیست که ما مردم دعوت کنیم که مثلا روان کشتن، غارت کنن، دزدی کنن، پاره گیرن. نه، ما این دعوت به ما مقصد صحبت‌های ما هم همین است که ما چخیل کنیم که فرزندهای خوب به وای رسانیم. همون تربیت دیده ایکو همه میگه تربیت دیده. یه آدمی که ما خودمون افتخار میکنیم از آن که ما این بچه ما است و این محصول کاری ما است. این طولی 18 سال 16 سال ما یک آدم میسازیم، این محصول ایجاد ما میشد. بله بله. و ما فقط درباره همین بحث کرده استیم که چی خیل همین کار کنیم. نه، این بحث از اینجا شروع شد. شما گفتید که خوشبختی فرزندت به گونه که خودش میخواهد باید باشه. درست. حاضر همین گپ با میبینیم. فرزندتان ما گفتیم که خوشبختی این حتما یک چیز نیست. خوشبختی فقط رنگی سرخ ندارد. درست؟ میتونه رنگی سبز داشته باشه، میتونه رنگی کبود داشته باشه. خوشبختی این حس است، احساس است، حالت است که ما وابسته به یگان باور ما احساس خوشبختی میکنیم. اگر ما میخواهیم فرزند ما مثلا چیکار نکنه؟ دزدی نکند؟ اگر ما میخواهیم فرزند ما دزدی نکند، یعنی از کاری بد لذت بردن نآموزد، پس ما باید کاری کنیم که یگان در وی همون وی بیدار کنیم که وی نه فقط دزدی نکند، آدم هم نکشد. یعنی همون بدونی که شما میگویید که وی بدونی که در همون ذهن خودی بچه باید وی شود. یعنی خودی بچه باید باور داشته باشد که این خوب است، این خوب نیست. برای همین هم من میگم که در دنیا خوب و بد نیست. در دنیا باورهای ما هست که ما میگیم این خوب است، ما میگیم این بد است. اگر همون کوده که ما فکر کند که دزدی بد است، باور کند که دزدی بد است و هیچگاه این کارو نمیکند. اگر باور کند که دزدی خوب است، همیشه میکند. همیشه. ما چیکار کنیم زمانی که این کارو میکنه؟ چیکار کنیم؟ از آن که ما میگوییم تغییر نمییابد. چیکار کنیم که همین تگمه وجدان پخش شود؟ نمیدونم چیکار کنیم که وجدان بیدار شود. باورشه
عوض کنیم. چگونه؟ اگر این ریسپتش ما میدونستم بحث نمی کردیم. بله یعنی بله. ببینید خلاصه ما باید تاثیر کردیم آخر. تلاش میکنم حاضر گویم خب برای آنکه ما وای به تاثیر رسانیم، یعنی بحثی ما هم چند روز یعنی در آخر راضی شدید که باید تاثیر رسانیم، باورش عوض کنیم، اما نه با موافق شدیم. نه حالی استید. خب ما درباره واسطه تاثیر رسانی گپ زدیم. شما میگویید که نه اینو نمیکنیم. نه من این نمیگم. من میگم تاثیر کنیم و باورش عوض کنیم، اجازه ندیم که در باوری غلط داشته باشد. نه انا خرشا اجازه ندیم. شما گفتید که مثلا من به فرقش نه، اگر من باور داشته باشم که سیگار ضرر دارد، برای من مهم نیست که وای چی انتخاب میکند. آخه این یک باوری من نه، این یک باوری من نه. این شما باید بید باور نگوید ارزش های انسانی نباید پایمال شود از جانب همه مردم. زمانی که فرزندها ارزش های انسانی پایمال میکنند، من نباید خاموش شوم، من نباید اجازه دهم، من یک کاری کنم که ارزش های انسانی پایمال نشود. درست. منم تلاش منم همین است که ارزش های انسانی پایمال نشود. خب شما هم همین گفتید. فرق ما همین است که ما کودک مثلا میخواهیم، فرض کنیم میخواهیم که فرزند ما ارزش های انسانی احترام کند، پایمال نکند. و به اینجا ما چه خیلی میرسیم؟ یک نفر میرسد با واسطه باوریش به در آمده، با واسطه و شخصیتش احترام کرده، آزادیش احترام کرده، خواهشهاش احترام کرده، همین چیزا در وی بیدار کند. و یه نفر دیگر همین چیزا نویازت میکند، میگه که این خیل کن، این خیل نکن، این کار بد، این کار خوب. و بعد وقتی که وی خطا میکنه، بازم همین کار تکرار میشه. یک نفر از بس که آدمی که مثلا وی برای کودکش میخواهد که خیلی که میخواهد همیشه باشد، وی از بس که نمیتوند، وی اتوریته نیست برای کودکش، وی نمیتوند فهماند، وی الکی سلاح استفاده میکند، جزا میتید، خفه میکند، میرنجاند، زستاویت میکند. نفری که مثلا طولی 16 سال و طولی 18 سال با کودکش خوب مناسبت کرد و کودکش در فضای آزادی به وای رسید و باور دارد که پدرش و یا هیچگاه آزادیش تحقیر نمی کند، این آدم برای وی فرزند اتوریته باقی میماند. و وقتی که کودک خطا میکند، وی تا همون 18 سالگیش هم میلیون بار خطا میکند و شما میلیون بار این صحبت میگذارونید با وی. وقتی که هرگاهی که خطا میکند، اگر شما همون خطاگیش به جزا نداده، واسطه منبعش یافته، قطعی منبع خطاگی یافته سبب اصلاح کنیم، وی هیچگاه، یعنی همین واسطه ای که ما میخوایم فرزند ما به وی رسد. من بسیار دشوار گفتم. نه ببینید ما الکی موافق شدیم. ما موافق شدیم. در شروع برنامه، در شروع صحبت شما گفتید که ما نباید خلل رسانیم به خوشبختی کودک. ما نباید باورهای وی دیگر کنیم، برای که وی باورش. حالا موافق شدیم. شما گفتید که باید باورش عوض کنیم. شما گفتید که اصلاح کنیم. یعنی شما راضی شدید. آشنا ما اینو همیشه گفتم و هر دفعه هم گفتم متیویرت کنیم. بله. متیویرت کنیم که از این راه به این راه برگردیم. بله، یعنی گردونیم. ما موافق شدیم آخه. نه، ما حالی هم موافق نیستیم برای آنکه ما راههای گرداندن دیگر خیلی در نظر داریم. مقصد دیگر کردن. مثلا برای دیگر کردن اگر دیگر نشود، من آدم هم جایی که ما هیچ موافق نمیشیم میبیاییم. اگر ما فرزندمون خواهیم عوض کنیم و وی عوض نشود، ما نباید وی مجبور کنیم که عوض شود. مجبور نمیکنیم، دیگر راه میکوبیم. راهی دو، واریانتی سه، نمیدونم. خودتون حاضر گفتید که من ریسپشن نمیدونم. ببینید
خب انا همین جنده مثلا ما هیچ وقت دیگر راه نمیکنیم. ما همیشه یکمین وریانت کته جزا. یعنی ببینید ما مقصد ما دیگر کردن باورهای کودک. موافق هستید که باید باورهاش عوض شود؟ اگر وای راضی شود، ببینید اینجا این پروسس هست. این پروسس این یک روز دو روزه کار نیست. شما طول 18 سال بله موافقم. این بچه که همیشه چیز میکنید، مناسبت کرده میکنید و خواهید نخواهید ایکو شما مادامی که طول 18 سال با این کودک مناسبت میکنید، شما بین شما و وای نمیشد، فکراتان دیگر نمیشد. برای اونکه شما طول 18 سال با هم همه چیز صحبت کرده آمدگی شما الله که هم فکر هستید و دیگر ضرورت نیست که شما باید عوض کنید. خب حالا یک پدری که 18 سال صحبت نکرد و مناسبت نساخت و رابطه نساخت، بعد از 18 سال وقتی دید که فرزندش به گونه‌ای که میخواست نیست دیگر است و اقرار میشد خب من اشتباهی من بود، کمبودی من بود که من صحبت نکردم، اما دیر نکرد و میتوند باز هم صحبت کند بعد از 18 سالگی، بعد از 20 سالگی، بعد از 40 سالگی میتوند صحبت کند، باورهاشو تغییر دهد. باورهاشو تغییر تواند اگر وایب نویازت نکند، اگر آزادی و احترام کرده کند، یعنی حق دارد کند، حق دارد کند، اما وایش نه، وای بچه گروزیت نکند، فکراشه نگذراند. یعنی شما موافقت که باید تاثیر کند و عوض کند، فرض کنیم اخلاقشه. اگر وای بچه خودش راضی شود، اگر راضی نشود نه. یعنی ببینید همین گپ، اگر مثلا شما میخواید من فرض کنیم این خیل باشم، اگر من راضی شوم همین خیل میشم، اگر من راضی نشوم من نمیشم، شما منو مجبور میکنید. بعد مجبور نمیکنم، توگمه اساسی میکنم که در کجا و پخش میکنم. خب اگر توانید یعنی من راضی کنید، من راضی میشم، همون توگمه در کاری پخش کنید و من راضی شوم، من باور کنم که چیزی که شما میگویید همون درست است، یعنی باوری من عوض شود، اوکی است. اگر شما همین کار به نازی کردن نتوانید و من راضی کردن نتوانید، این علاقه مجبوری میشد. بله. پیام ما برای تمامی نفرایی که ما رو هم میشنون هم میبینن این است که توگمه اساسی فرزندهای ما اولا پیدا کنیم که کجا چگونه. اگر که پیدا شد من یقین دارم که چیزی که میخواهیم میشه. و بسیار یک نکته کلیدی اشاره کردید، راضی کرده توانستن. بزرگترین مشکلی جامعه هم این است که راضی کرده نمیتونن، بعد مجبوری. این نه فقط تربیت فرزند، حتی درس خواندن در مکتب، حتی نمیدونم در اداره کردن، نمیدونم در زندگی کردن، در زیستن. 18:34 است. نمیدونم شاید سفسطه‌های زیاد خواندیم برای مردم، نمیدونم شاید مردم ناراحت هم شدن، شاید برای بعضی ها این صحبت های ما اینقدر خوب نبود چون دوستاری سرودن ایشون. باز هم اینجا پیامباران است. چیکار کنیم؟ خانم جنبست کنیم، خیر کنیم، برای آنکه باید احترامی وقت هم داشته باشیم.